میریم داخل پاورپوینتمون و یه صفحه سفید رو انتخاب میکنیم. بعدش میایم داخل شیپس و این شکل رو انتخاب میکنیم و درگ میکنیم. وقتی کپیش کردیم دقیقا شکلمون رو پایینش قرار میدیم در یک راستا و یه مستطیل انتخاب میکنیم و درگ میکنیم. این کارم به خوبی انجام دادیم. حالا روی مستطیلمون کلیک راست میکنیم و فرمت شیپ رو انتخاب میکنیم. وقتی که فرمت شیپ باز شد میریم تو قسمت شادو رو انتخاب میکنیم و افکت بهش میدیم. وقتی افکت رو بهش دادیم رنگش رو میتونیم تغییر بدیم و رنگش رو از سفید یا آبی یا مثلا میتونیم سبز انتخاب کنیم که من اینجا سبز انتخاب کردم. بعد با استفاده از تکست باکس حروف A و B رو مینویسیم و با استفاده از تکست باکس متن پاورپوینتمون رو مینویسیم. وقتی متن پاورپوینتمون رو نوشتیم از تب اینسرت و پیکچرز میایم عکس انتخاب. عکسمون رو که قرار دادیم میتونیم بهش افکت‌های متنوع بزنیم. میکنیم که وقتی روی تصویرمون کلیک میکنیم بره تصویر بعد و A حذف میشه و B جایگزینش میشه.